اعجوبه موتورسواری بندر عباس، کسی که خلاف عادتها رکورد زد. محمد نیکخواه، رکورددار نشستن بر عکس روی موتور با سرعت بالای 200، متخصص حرکات نمایشی در تمام سبک‌های موتورسواری، از مانورهای سرعت بالا تا تکنیک‌های میلیمتری سرعت پایین. این سطح مهارت فقط یک استعداد نیست، یه پدیده نادر توی موتورسواری ایران است. The